دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا چند ساعت پس از اعلان اتهام به او در دادگاه نیویورک همه آنها را رد کرد و خود را قربانی مداخله در انتخابات پرزیدنتی نامید. من هیچگاه فکر نمی کردم که چنین چیزی می تواند در آمریکا رخ بدهد. یگانه جنایتی که من صادر کردم این محافظت دلیرانه مردمم از آنهایی می باشد که در فکر نابود کردنشان هستند. ترامپ بعد بازگشتش به آسایشگاه خود در مارالاگو فلوریدا سخنرانی کرده 34 اتهام دادگاهی دایر به ساختکاری را در معاملات تجارتی رد نمود. او در سخنرانیش دادستان نیویورک آلوین براگ را که عضو حزب دموکرات است هدف قرار داد. رئیس جمهور سابق گفت قبل از آنکه شخص درباره من چیزی را داند می‌خواهد ترامپ را در چنگال بگیرد. دونالد ترامپ همچنین درباره پرونده‌های دیگری دادگاهی علیه او گپ زد، سر از حفظ اسناد مخفی دولتی تا تحقیق آشوب‌های روز 6 ینور در پارلمان. او بدون هیچ دلیل دموکرات‌ها را به آن ابدار کرد که کوشش دارند پرونده‌ها را برای پیروز نشدن در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 استفاده برند. ما ملتی رو به تنزل هستیم و حالا این چپگراهای افراطی وسواسی با استفاده از مقامات انتظامی میخواهند به انتخابات دخالت کنند. ما نمیتوانیم به این اجازت بدهیم. اظهارات دونالد ترامپ پس از آن صدا می‌دهد که دادرس از شرکت‌داران مرافع دادگاهی خواست از همه گونه اظهاراتی که میتواند باعث خشونت یا نارامی‌های شهروندی شود خودداری کنند.